سلام بچه عزیز، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من آرزو هستم. با هم دیگه میخوایم درس دوم فصل سوم پایه نهم آشنایی با اثبات در هندسه رو شروع کنیم. بچه ها لطفا حتما لایک و سابسکرایب کنید ما رو و حمایت هم کنید. بچه ها اگر با معنی اثبات، استدلال، مثال نقض آشناییت ندارید، برید ویدیو قبل رو ببینید. اونجا کامل اینا رو واسهتون توضیح دادم با مثال و بعد برید اینجا با من ادامه بدید. خب بچه ها فرض مسئله و حکم مسئله اینجا دیگه نیاز. فرض چیه؟ اطلاعات مسئله، یعنی همون داده های مسئله و حقایقی که درستی آنها از قبل برای ما معلوم شده. یعنی مسئله گفته مثلا این مستطیله، واسه ما دیگه این حقیقت رو شده. حکم چیه؟ خواسته های مسئله، هر چی مسئله از ما میخواد میشه حکم. تمرین رو نگاه کنید. میگه در هر مسئله فرض و حکم را مشخص کنید. خب الف، زاویه های روبرو در لوزی برابرند. خب الان اینجا فرض ما میشه بچه ها خواص لوزی، چون آشناییت داریم دیگه. حکم چی رو میخواد؟ برابر بودن زاویه روبرو. ب، اگر در یک مثلث دو زاویه نامساوی باشد، ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. نگاه کنید. خب اولین نکته، برای حل مسائلی که شکل ندارن حتما شکل رسم میکنیم تا بفهمیم چی به چی. الان من یه شکل کشیدم، فرضم هم هست که ABC یه مثلثه و ضلع مقابل به زاویه بزرگتر و دو زاویه نامساوی باشه، یعنی A بزرگتر از B باشه. و حالا این فرض دیگه، فرض اینا رو به من داده، گفته یک مثلث دو زاویه نامساوی داشته باشه. این فرض ما چیه؟ حکم چیه؟ میگه بگو B3 بزرگتر از AC است. تمرین 4، ثابت کنید که زاویه های متقابل به رأس با هم برابرند. خب الان O1 با O3 دو زاویه متقابل به رأس. خب پس این میشه فرض، چون راجبه متقابل به رأس بودن هم هست. حکم چیه؟ میگه ثابت کن. آقا ثابت کن. خب من ثابت میکنم. الان O1 مساوی O3. خب میام اینجا میگم O1 و O2 میشه 180، O2 O3 الان اینو یه خط صاف بچه، این 180 دیگه. خب حالا یه خط این یه خط این، بازم این 180. الان O1 و O2 یه خط صاف دیگه، این 180 اینجوری 2 و 3 180. خب حالا مساوی هم قرار گذاشته. O2 با O2 رفته، مونده O1 مساوی با O3. پس این ثابت شد. تمام. تمرین 5، ثابت کنید زاویه خارجی دو مثلث برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاوران. یه مثلث کشیدم، زاویه خارجی یعنی خارجشه، همینجوری مشخص میکنم، شماره میزنم. خب فرضم چیه؟ A2 زاویه خارجی مثلث. فرضم این چیزی که میخوام ثابت کنم میشه حکمم که A2 مساویه با B به علاوه C. میام اینجا می‌نویسم A1 با A2 میشه 180. از طرفی مجموع زوایای داخلی تو مثلث چنده؟ آفرین 180. پس اینا مساوی هم. دوباره میزنم پس شد A2 مساوی B به علاوه C و دوباره حکمم ثابت شد. تمرین 6، نشان دهید مجموع زاویه داخلی مثلث 180 درجه است. خب فرضم اینه که ABC یه مثلث.
خب پس چی شد؟ یه بار دیگه فرضم اینه که ABC مثلث، حکمم چیه؟ A به علاوه B به علاوه C میشه زدنش. خب بچه هر موقع خواستیم اینو مشخص کنیم یه خط میکشیم بین D موازی با ضلع BC که از زاویه A هم عبور کرده باشه، اینوری باشه. خب حالا میریم اینو اثبات کنیم. حکم فرض رو داریم، میگیم که D موازی با BC و AB موربه. از این نتیجه میگیریم B مساوی A1. اینا نکته است. از طرفی D که همون موازی BCه و AC هم موربه. حالا AC برابر با C. اینا این با این با اینا نکته است و اینا رو باید بلد باشید. خب حالا اینا رو روبرو هم نوشته A به علاوه B به علاوه C که تو مثلث 180. حالا A2 به علاوه A1 AC هم شده 180. خب بچه درس بعدی راجع به همنشتی هاست. تو ویدیو بعدی بهتون میگم. امیدوارم که این ویدیو رو کامل مفاهیمش رو یاد گرفته باشید. بازم میگم لایک و سابسکرایب یادتون نره. به خدای بزرگ میسپارمتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.